آبدوغ خنک و خوشمزه برای تابستون. همراه من باشید. مواد لازم: دوغ، سبزی معطر، خیار، ماست، گردونگینی، کشمش، سبزی معطر، پودر گل محمدی. ماست رو من از شب قبل گذاشتم توی این کوزه ها که کاملا سفت و آبش کشیده بشه. ماست رو توی کاسه خالی میکنم. خامرم به ماست اضافه میکنیم. ماست و خامر رو کاملا هم میزنیم. سبزی ها رو به این صورت خورد میکنیم. بهتر پیاز چش زیادتر باشه، خوشمزه میکنه. سبزی رو داخلش میریزم. نمک کمی میپاشیم. فلفل. من خیارا رو تمیز شستم، با پوست برشای نازک میزنم. خیلی نازک و ریز خورد میکنید. خیار نگینی خورد شده. کشمشم که قبلا خیسش کردم. کمی هم از سبزی خشک شده استفاده میکنم. کاکوتی و پونه و نعنای خشک. گردوهارم نگینی خورد میکنیم. گردوهارم اضافه میکنیم. همه مواد با همدیگه قاطی میکنیم. توی این مرحله پودر گل محمدی اضافه میکنیم. مقداری دوغ هم اضافه میکنیم. دوغ من نعنا و پونه است. مقداری هم یخ میریزیم، میذاریم یه 10 دقیقه اینا به خورد هم بره. اگه آبدوغ خیارتون سفت بود فقط با دوغ اینو شلش کنید. به اندازه هر نفر میریزیم. از این نونای خشک داخلش میریزیم که خوشمزه میشه. یه آبدوغ خیار خوشمزه و لذیذ. میتونیم با گل محمدی پودرش تزیینش کنیم. آبدوغ خیار خوشمزه و خنک ما آماده شده. مناسب فصل تابستونه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون از اینکه همراه هم بودید.